خب بحثی که از روز یک شنبه داریم دنبال میکنیم میشد تو یک جلسه هم تمامش کرد، ولی این بحثایی است که هر کدومش دنیای آیات و احادیث و حرفای خوب از بزرگان و روایت ها پیرامونش هست. حیفه که انسان مسائل و همینطوری سریع رد بشیم. ماه مبارک رمضانه، همتون هم روزه هستید. این وقتم من نمیگم انسان مسلمان هیچ وقت مرده‌ای تو زندگیش نداره، ولی امروز خیلی از مسلمان ها بیشتر اوقاتشون اوقات تلف شده هست که اسمش میذارن اوقات مرده. من نمیگم اوقات زنده تونو برای دین بذارید، اوقات مرده‌ای که تلف شده داره از بین میره و در 24 ساعت شبانه روز خیلی وقتا 8-9-10 ساعته. ما اگر از این اوقات تلف شده هم یه مدیریت بکنیم، مدیریت زمان، همینطوری که مغازت مدیریت میکنی که ورشکست نشید، تلاش میکنید جنسای خوبی بیارید که فروش بره، استوک نشه، تو انبار نمونه ضرر نکنید، دفتر حساب و کتاب خرج و دخلت و سودت حساب میکنید. اگر ما بیایم زمان تلف شده منو مدیریت بکنیم، اگر روز 2 ساعت هم باشه، همین میتونه تحول شگرفی در زندگی ما و شما ایجاد بکنه، در زندگی معنوی و ایمانی ما و شما. ولی انسان مسلمان بنده خدا ازش مطلوبه که بهترین وقتشو برای آموختن و آموزش و بندگی خدا قرار بده، برای دین خدا قرار بده. خب ماه مبارک رمضان، ماه با خود نشستن، با خود خلوت کردن، ارزیابی خود هست، به چالش کشیدن و به حساب کشیدن نفس هست، ماه تمرین خوبی هاست. فرصتی باشه که همه این چیزهایی که گفتم انشالله توفیق انجامش رو داشته باشیم.